فعالان اویغور میگویند بعد بار سوم انتخاب شدن سی جین پینگ به حیث رهبر انجمن ملی حزب کمونیست چین در سیاست پکین نسبت به اقلیت‌ها به خصوص مسلمانان در ولایت شینجون این کشور تغییرات نچندان زیادی را مشاهده می‌کنند. چینی ها بر ضد زنان و کودکان جنگ اعلام کردند. ما با بیزوریات‌کنی، اسقاط اجباری حمل و چاره‌های پیشگیری از حمل روبرو هستیم. قطعنامه‌ای که برای بررسی بیشتری وضع اویغورها تهیه و سوی آمریکا جانبداری میشد، اولهای ماه اکتبر امسال در شورای حقوق بشری سازمان ملل قبول نشد. آن در رأیگیری که 47 عضو سازمان اشتراک داشتند با 17 رأی جانبدار، 11 بی‌طرف و 19 مخالف رد شد. حزن‌انگیز است وقتی کشورهای به مانند اندونزیا ضد بررسی وضع برادران و خواهران مسلمان خود از جمله اویغورها و مسلمانان دیگری ترک نژاد رای می‌دهند. اندونزیا نظر پکین را که پیشنهاد آمریکا و کشورهای غرب را یک نوع کوشش دخالت در امور داخلی چین مینامد آشکارا حمایت کرد. به نظر ما تصمیمی که امروز از سوی شورا گرفته شد پیشرفت قابل توجهی را در پی نخواهد داشت، زیرا آن حمایت و رازیگی کشورهای منفعت‌دار در این زمینه را به دست نآورد. چین پایمالشوی حقوق اویغورها را بارها رد کرده است، اما گزارش شورای حقوق انسان سازمان ملل در ماه آگوست امسال نقض حقوق انسان نسبت به اقلیت‌های اویغور را که جنایت‌های ضد انسانی را در پی دارند اثبات نمود. چین برای زیر سوال قرار دادن این دلیل‌ها روزنامه‌نگاران اندونزی و راهبران کشورهای مسلمان نشین را پیوسته برای انجام سفر به منطقه شینجون تحت نظارت شدید دعوت کرده است. اما برخی از وکیلان پارلمان اندونزی موقع حکومت این کشور را زیر شبهه قرار دادند. وقتی در اینجا دلیل‌ها هستند، امیدواریم حکومت اندونزیا آنها را بررسی خواهد کرد. دستی کم یک دیپلمات سازمان ملل متحد گفت اعضای شورای حقوق انسان پیش از رأی گیری تحت فشار سخت چین قرار گرفتند.